و پیامبر صلی الله علیه و آله واقعا خبر داده بودند که مردم مسلمان در همین خیل رفتارها و کردارها پیروی از یهود و نصارا میکنند. در یک حدیثی که هم در بخاری و هم در صحیح مسلم آمده است و لفظ بخاری رو برای شما قرائت میکنم، حدیث ابو سعید خدری از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تگی لتتبعون سنن من کان قبلکم شبرا شبرا و ذراعا ذراعا. شما البته پیروی میکنید سنتی، یعنی راه و رویش آنهایی که از شما پیش گذشتن، یک وجب یک وجب، یک ذراع یک ذراع، ذراع یعنی همین قدر، یعنی عیناً همون قدمی که قدم گذاشتن به همونجا قدم میگذارید. حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، حتی اگر آنها به یک سوراخی سوسمار داخل شوند نمیدونید که عاقبت این سوراخی چی است، آیا برآمدگاه دارد یا وقتی که به این سوراخی تاریکی میدراید چی چیز شما را، چی خطرهای شما را منتظر است شما نمیدانید و اونها که در آمدن شما هم پیروی میکنید. تبعتموهم، پیروی از آنها میکنید، یا در بعضی روایت ها شما از قفای آنها میروید. لدخلتموه، میدرایید. قلنا یا رسول الله الیهود و النصارى، یا رسول الله مراد شما یهود و نصارا است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم تگی فهمن دیگر کیست؟ یعنی البته شما پیروی از آنها میکنید، گفته خبر دادن